بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت مشتریان عزیز و ارجمند. این روزا دغدغه ما بیشتر روی از این برنامه‌های تماس است که قیمتاش رفته بالا و مشتریان از ما تقاضا میکنه چرا رفته بالا، این رو بیار پایین. خدمت شما عرض کنم که برنامه‌هایی که از ایران به افغانستان تماس برقرار میکنه مثل میزبان، ارتباط، روخ، برقرار، هر برنامه که هست اینا دستی ما نیست که ما قیمت اینا رو ببریم بالا یا بیاریم پایین. اینا شرکت های ایرانی هست، هر وقت تومن به ارزش شد اینا قیمت های خود میبره بالا. خب برای از نام شاید نصرفه. یک مسئله دیگه، از ما تقاضا نکنین قیمت ها چرا رفت بالا چرا رفت پایین. خب دست من نیست برادر. فرق ما با شما اینمیسته که ما شارژ عمده میخرم، از شرکت مثلا 100 میلیون تومان میخرم، اونا مر 1% میده. بعد اینمی برنامه که در گوشی شما بازه، اینمی در گوشی ممانمو برنامه است، اما قیمتی که شما میگیره اون مور از ما میگیره، هیچ فرقم نداره. اصلا هر وقت بسته تمام شد نیاز نیست از ما بپرسی قیمت میزبان چنده. برنامه را باز کو، اونجا خدمات تماس بین الملل نوشته است. خب روی از او بزن، قیمت ها برای نمایش داده میشه. وقتی که اونجا زدی اینجا خرید بسته مکالمه را بزن، بعد اینجا برای خودم انتخاب کو، پایین ادامه نوشته است با خط زرد روی ادامه را بزن. اینجا 5 شبکه برای تو نمایش داده میشه. خب هر شبکه هم خاص باشه قیمتاش برو ببین. مثلا شبکه MTN 500 دقیقه 2 میلیون تومان، 1000 دقیقه 2 میلیون و 800 و نامحدود 6 میلیون. این قیمت ها است که شرکت تعیین کرده. اگر من امیر بخرم امیر برای من همین قیمت میده، از ما کمتر نمیگیره. بعد نگفته نمانه اونو 500 دقیقه که است او در اصل 1000 است که 500 از ایران است، 500 از افغانستان. یا 1000 دقیقه که است اون 2000 دقیقه میشه که 1000 از افغانستان است و 1000 هم از ایران. اینا مدت اعتبارش هم نوشته، مثلا 500 دقیقه 20 روزه، 1000 دقیقه 30 روزه، 200 دقیقه 15 روزه. اینا رو کلا خودتون با جزئیات ببینین، بعد پول خود واریز کنین، ما بهتون هر کدام بسته گفتیم میخریم. بعد اگر خواستین دیگر شبکه رو ببینین، پایین کلمه برگشت است، بالا منو علامتی برگشت است، روی از اونا میزنی میری شبکه‌های دیگر نگاه میکنی، مثلا روشن نگاه میکنی. بعد اینجا هم قسم 1000 دقیقه 2 میلیون و 800، 500 دقیقه 2 میلیون، نامحدودش هم 6 میلیون. و یک چیز دیگه که اینجا اضافه شده، یک جای بیرق افغانستان هم هست نوشته همه شبکه ها. یعنی فرقش با دیگه شبکه هایی است که یه همیشه در دسترس هم هست. خب بعضی شبکه مشتری زیاد خرید میکنه، ظرفیتش تمام میشه، باید چند مدت صبر کنی. ولی یعنی بسته ها که همیشه هست موجود، هر وقت بخوای فعال میشه و به همه شبکه هم میتونی زنگ بزنی. دیگه جور صحتمند باشین برادران عزیز، دیگه ما را اذیت نکنین، بسته ها رو خودتون ببینین، کدام چیزی مخفی نیست که ما شما پنهان کنم. و حالا در آخر یک سوال، ای که ما بیایم برای 50 نفر هر روز صدا روان کنم، بعضی هم هستن که هر روز با سوال میکنه، ای بهتره یا این که شما خودتان برین برنامه رو نگاه کنین؟ ای بهتره. صحتمند باشین، خداحافظ.